سلام به شما دوستان عزیز. با هفتمین لایو رشد شغلی در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم تا حالا لایو ها مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. امروز میخوایم راجع به مدیر هتل با شما صحبت کنیم. آقا محمد مدیر کل یک هتل بود و اونجا مسئول بود و یه ویژگی خوبی که او داشت آقا محمد این بود که همیشه مدیران ارشدش یادآوری می‌کرد که نباید از امتیازات ویژه برای پارک و خودرو استفاده کنند و حتی مهمونایی که داشت به مهمونا اجازه نمیداد که از امتیازات ویژه برای سالن‌های ورزشی استفاده کنند و خیلی دوست داشت عدالت رو برقرار کنه و همه مثل هم باشند. و خدمتتون عرض بشه که شاید در دیدگاه اول مخالفان زیادی داشت، افرادی که میگفتن ما مهمان تیم، حالا مثل بقیه با ما رفتار میکنید، یا اینکه ما مثلا مدیر ارشد این شرکتیم چرا با ما مثلا مثل بقیه رفتار میکنید. ولی این زمانی احساسش خوب میشد که با همه به یه صورت رفتار کنه و تبعیض قائل نشه بین کارمندانش و حتی افراد دیگه. و حتی با کارمندانش زمان زیادی میگذروند و از افراد که حتی سطح ضعیفتر بودن بیشتر حمایت میکرد و خواستار این بود که تبعیض زیاد ایجاد نشه و احترام میکرد به افراد ضعیفتر، احترام میذاشت و خلاصه این سری تیپ های شخصیتی به این صورته که خواستار تعادلن، خواستار اینن که خواستار برابری مثلا حقوق زن و مردن، برابری تعاملات اجتماعی هستند، برابری در عدالت هستند و خدمتتون عرض بشه در همه زمینه‌ها دوست دارن برابری باشه و حمایت میکنن از اقشار حتی بخش ضعیف و به هر حال تیپ های شخصیتیشون به این صورته و این هم به هر حال خیلی خوبه و برای یه سری کارها اینها میتونن مناسب باشن. خب یه سری تیپ‌های شخصیتی یه سری ویژگی‌های دیگه‌ای رو دارن و برای یه سری شغل‌های دیگه‌ای مناسبن، اما این شغل‌ها خیلی میتونه برای این افراد مناسب باشه. حالا ما یه باری این رو توضیح بدیم، چون سریع اشاره کردیم. ما با آقا محمد اشاره کردیم که مدیری هتل بود و خیلی دنبال عدالت بود، دنبال این بود که خواستار برابری بین حقوق افراد بود و حتی مدیران ارشدش و مهموناش کاری میکرد که امتیازات ویژه‌شون استفاده نکنن، یعنی برابر باشن با کارمندان و حتی به کارمندان بیشتر ضرر میزد و از اقشار ضعیف بیشتر حمایت میکرد و تیپ شخصیتی این افراد حمایتگره و حمایت میکنن از این افراد و برای یه سری شغلها مناسبن. یه سری افراد دیگه هستن تیپ هاشون به یه صورت دیگه ای و هر تیپ شخصیتی یه سری نقاط قوت داره، یه سری نقاط ضعف که اگه نقاط ضعفش رو مدیریت کنه و تمرکز کنه روی نقاط قوتش و شغلش رو در اون دایره بشینه میتونه نتایج خیلی خوبی رو به دست بیاره. خب عزیزان، امروز دوشنبه است، 7 خرداد. فردا رأس ساعت 10 ثبت نام دوره تشخیص شغل مداقه شروع میشه. خوشحال خواهیم شد در خدمت شما عزیزان باشیم. این دوره حدوداً 34 ساعته که شما بسته به نیازتون میتونید از این دوره استفاده کنید. یعنی لازم نیست شما کل دوره رو گوش بدین. شما فقط اگه تیپ شخصیتی خودتون رو بشناسید شاید با 10 ساعت کارتون راه بیفته و حتی شغل مداقتون رو بشناسید 12 ساعت، نهایت 12 ساعت کارتون راه میفته. و اگه بیشتر میخواید تیپ شخصیتی اعضای خانواده‌ت هم بشناسی، خب زمان بیشتری باید اختصاص بدین. میخوای شروع به کارم بکنی، خب اون 34 ساعت همه رو گوش بدین، خب نتایج خیلی خوبی رو به دست میاری. خوبی این دوره اینه که مثلا یک پدر خانواده میتونه برای بچه‌هاش هم از این دوره استفاده کنه، هم استعداد خودش رو تشخیص بده، هم میتونه برای بچه‌هاش هم تاثیرگذار باشه. که به همین دلیل ما دو پلن قرار دادیم، پلن طلایی و نقره‌ای. پلن طلایی برای این افراد مناسبه که هر هفته نیم ساعت مشاوره تلفنی دارن که تو اون مشاوره تلفنی میتونن سوالات خودشون رو بپرسن، هر سوالی داشتن میتونن بپرسن و خدمتتون عرض بشه که تو نیم ساعت ها استعداد سوالی راجع به خودشون داشتن، استعداد بچه‌هاشون داشتن، همه رو میتونن بپرسن و خوبیش اینه که هم استعداد خودشون تشخیص میدن و هم خانواده‌شون و سوالات اونها رو هم میتونن تو نیم ساعت مطرح کنن و نتایج خوبی رو به دست بیارن. پس برای این افراد مناسب کار ادامه میدیم. برای بیشتر افرادی که به شغلشون علاقه ندارن، افرادی که
کسب و کاری دارن و اون کسب و کار مورد علاقهشون نیست، دانشجویان و حتی فارغ التحصیلان دانشگاه این دوره میتونه براشون مناسب باشه. حالا سوالی داشتین توی دایرکت بپرسین، سعی میکنیم به زودی به سوالات شما عزیزان هم پاسخ بدیم. خدمتتون عرض بشه این دوره در 2 پلن طلایی و نقره‌ای ارائه میشه که پلن طلایی 10 نفر، فقط ظرفیتش 10 نفره و همه دوستانی که توی این دوره شرکت کنن و همشون هدیه دوره علاقه پول داده میشه. اما پلن نقره‌ای از 20 نفر ظرفیت داره، فقط 3 نفر میتونن از این هدیه استفاده کنن که قرعه کشی میکنیم به این 20 نفری که شرکت کردن و امیدواریم شما جزو اون افرادی باشین که تو این قرعه کشی برنده میشین. خب اگه دوره پلن طلایی انتخاب کنید که مستقیما همون هدیه رو دریافت میکنید، هم 4 تا مشاوره تلفنی و بسیار میتونه براتون مناسب باشه. دیگه بستگی به خودتون داره کدوم پلن رو انتخاب میکنید و هزینه هاشون هم پلن نقره‌ای به جای 10 میلیون تومان 8 میلیون تخفیف داره و فقط با 1,900 میتونید توی پلن نقره‌ای ثبت نام کنید و پلن طلایی به جای 19 میلیون فقط با 4,900 نزدیک 15 میلیون 14 میلیون تخفیف داره و میتونید از این دوره استفاده کنید و 4 تا مشاوره تلفنی نیم ساعته داره، ضمن اینکه به سوالات شما تا 2 ماه هم پاسخ داده میشه. اگه تمایل داشتین الان دوستان خیلی درخواست دادن که ثبت نام کنن که هدیه شاملشون بشه یا ظرفیت پلن طلایی تکمیل نشه. ما توضیح دادیم که فقط افراد فقط در همون رأس ساعت 10 صبح سه‌شنبه میتونن ثبت نامش رو انجام بدن. هر سوالی دارید زودتر پرسید. الان دوستانی که پرسیدن راهنمایی شدن چه کار کنن، پس سریعتر اونها ثبت نام میکنن. پس پیشنهاد میکنم حتما سوالات خودتون رو بپرسین که شما راهنمایی بشین، سریعتر تو این دوره شرکت کنید. و اگه دوست داشتین فردا ساعت 10 صبح میتونید اگه پلن نقره‌ای رو انتخاب کنید مبلغ 1,900 رو به این شماره حساب واریز کنید و اگه پلن طلایی رو خواستین مبلغ 4,900. هر کدوم از اینها رو خواستین به شماره حساب 6104 3379 356 0790 یه باری میخونم 6104 3359 356 0790 واریز کنید و رسید رو در تلگرام یا واتساپ به شماره 0912 930 49 66 به شماره تماس 0912 930 49 66 واریز کنید تا دوره سریع براتون ارسال بشه و در خدمت شما عزیزان باشیم. این هم نحوه ثبت نامش که هرچی سریعتر ثبت نام انجام بدین بهتره. البته از فردا همون لحظات اول ثبت نام کنید هم احتمال برنده شدن رو قرعه کشی دارین، هم این که اگه در پلن طلایی شرکت کنید ظرفیت تا تکمیل نشده تا قیمت بیشتر نشده میتونید تو این دوره ثبت نام کنید و هدایایی که علاوه بر 10 میلیون یه سری هدایای دیگه داره هم تقدیمتون میشه. شاد، سربلند، پیروز و موفق باشین. خدا نگهدار.